من باباجانов Ne'mat Nabotovich شهروند شهر وحدت استقامت کننده شهر وحدت با تمام هستیم و همه اظهار دارم که امروز واقعی که در سر فرزند من باباجانов عمر رخ داده است و سبب نافهمی در حالت وزنی در بیمارخانه مرکزی شهر وحدت واقع طبابت گرفته ایستاده است. از این حادثه ها شخصانی هستند که ژورنالیست و نویسنده هایی که ما شخصا من در برای اخباراتی ندارم، به جای درد من رو حس کردن و همدردی من رو یک ذره فهمیدن، به علم من به سوخته من نمکاب نپوشند. شخصانی که هرچی می نویسند در اینترنت، در تلویزیون، من آنها را نمیشناسم. یگانی آنها با من نه موبیلی زنگ زدند، نه آمده احوال پرسی کردند، نه همدردی خود را بیان کردند. مانید که درد خود را با اهل علم خودم حس کنم. از سخنان شما، از بازیچه های سیاسی شما فرزند من شفا نمی بیابد. جنایت شده است، جنایتکار جوابش را خواهد داد. عین حال این کارها را یک بار نمی شود که امروز حادثه شد پگه و سر سود بروران وای کنند، جزا دهند. تفتیشات رفته ایستاده است. همه گونه یاری و ما یاری یاری که طبیبان درکاری را چیزی که به ما لازم است، به بیماری من لازم است، در بری من بودن آوردن دیدن. همین حادثه شده است. التماس از همه این حادثه ای که به سر من، به مریضی که در جگر من هست، با زبان روسی گوییم رانه که هست، نمک نپاشید، استفاده نبرید. به ما نشان میدهند که هست قانون، هست جنایت، هست جنایتکار، هست سود، هست جوابگری. من به این باور دارم. اهل ولدان من همچنین. از همه شما باری دیگر التماس میکنم، خواهش میکنم، با درد من دوا یگانه خداوند میبخشد. شب روز دعا میکنیم. کسی هست التماس همین کار را کنید. از نوشتن شما فرزند من شفا نمی‌یابد. بس است، عیب است که دردی شخصی را، دردی برادر مسلم را با بازی سیاسی بی خود استفاده برید. عیب است. از خدا ترسید.